سلام دوستان، ما شروع میکنیم این جلسه‌مون رو با مبحث عملگرا توی پایتون. توی پایتون ما عملگرای مختلفی داریم که خب یه عملگری که ما مورد نیازمونه این جلسه باهاش کار میکنیم عملگرای حسابی، یعنی اون محاسبات ریاضی و این چیزاش. عملگرای مقایسه‌ای و اینا رو هم داریم که خب اون جلسات بعدی بهتون توضیحش رو میگم. برای این کار خب ما برای جمع همون علامت به اضافه است، برای منها علامت همون منهاست، برای ضربمون ما میایم از علامت ستاره استفاده میکنیم استار، و برای تقسیم از علامت بک اسلش، برای باقی مونده از علامت درصد، برای توان از علامت یعنی دو تا استار میذاریم، و برای یه تقسیم دیگه هم داریم که دو تا بک اسلش میذاریم که توضیحش یه خود مفصله، براتون با مثال میگمش. که خلاصه بخوام بگم، وقتی تقسیم میکنیم اون خورده رو برامون نمیاره، فقط اون عدد صحیحه رو برامون مینویسه. مثلا اگه بشه 3 و خورده ای دیگه، اون خوردهش حالا چه 9 دهم باشه چه 2 دهم باشه هر چی باشه کات میزنه و اون کف رو بهمون نشون میده، اون 3 رو نشون میده بهمون. برای این منظور بخوایم با مثال متوجهش بشیم، یه متغیر میگیریم به نام x، یه متغیر میگیریم به نام y، که بیایم اینا رو خب با هم دیگه جمع و تفریقشون کنیم و عملیات های ریاضی دیگه روش انجام بدیم که خب اون مطلب رو دقیق متوجهش بشیم. یه اجرا ازش بگیریم، اومدیم نوشتیم پرینت کن همین x به اضافه y یا منهای y یا هر چیز دیگه کفایت میکنه، و اینایی که از این و به این ور هستش ما نوشتیم که خب برای زیبایی کدومون و این پایین بدونیم که آقا این 17 که برامون اومده جواب کدومشه. خب اومده x رو به اضافه y کرده جوابش شده 17، منهای y کرده شده 13، ضرب کرده یعنی اون 15 رو ضرب 2 کرده شده 30، تقسیم کرده x رو 15 رو به 2 تقسیم کرده شده 7 و نیم، اومده یه عدد فلوت برامون برگردونده و توی این بک اسلش همیشه یه عدد فلوت برمیگردونه برای اون مقدار فلوته، و x باقی موندهش به y اومده 1 رو برگردونده. یعنی اگر ما 15 رو به 2 بخش یعنی تقسیم کنیم نشون میده که خب این عدد 1 اضاف میاد و خب 15 به 2 بخش پذیر نیست. معمولا از این درصده یا این باقی مونده برای اینکه توی مثال هایی که باقی مونده داره و نداره توی بخش پذیری استفاده میشه. حالا مثال بعدی توی کدایی که بعداً میزنیم انشالله دقیق تر متوجه این منظور میشیم. و اومده گفته x مون که 15 است رو به توان 2 برسون و شده 225، و اینجا همونجوری که بهتون گفتم x رو تقسیم بر y کرده، یعنی 15 رو تقسیم بر 2 کرده شده 7 و 7. اون خورده رو دیگه برامون نمی‌نویسه. اینجا دقیق مقدار دقیقش میشه 7 و نیم، ولی خب این مقدار دقیقش نیست و یه مقداریه که از یعنی اون کف رو بهمون نشون میده. من برای اینکه تایم ویدیومون طولانی نشه این کدا رو نوشتمش و توی کپشن ویدیو هم میذارم که میتونین خب ازش استفاده کنین. این کدا رو کپی پیستش کنین استفاده کنین. لایک و سابسکرایب یادتون نره، و اینکه اگر سوالی چیزی داشتین توی کامنت ها بگین که توی جلسات بعدی ما پوششش بدیم، و به امید دیدار. خدا حافظ.